نون در کنار من یکی از جوانان پر استعداد و پر تلاش که استاد تخلصشان نامشان تلاش تخلصش تلاش استاد یکی از برجسته دوستا و عزیزایی که فعلا خیلی مشهور شده در بخش رسانه ها و ادبیات شاعری و نویسندگی و ورزش و خلاصه هر چقدر از یادم تعریف بکنیم کم است واقعا یک شاعر استاد هستن پرتلاش است نویسنده واقعاً. هستن همچنان مربی در بخش کیک بوکس هستن بازم من همیشه اشتباهات میه و همچنان یکی از استادان برجسته زبان انگلیسی سخت است واقعا بسیار میتونه روان صحبت بکنه و ایره من در جریان برنامه میپرسم و استادی است که از بخش‌های مختلف لیسانس سرتیفای هم شده. خب شروع میکنیم خیلی ممنون. تلاش دارم. ممنون سپاسگزاری از رفقای و جان برابر ما که همیشه کوچک نوازی میکنن و لطف میکنن بر حق ما. انشالله در رادیو آرمان هستیم، امیدوار هستم دقایقی که هستیم لذت ببریم و حامد خاموش هم در کنارم است. یک دنیا امید، یک دنیا عشق، یک دنیا سخاوت و جوانمردی.